چرا پدرم دیر کرد؟ حاضر می آید باید در وقتش می اومد. انا این ماشینی که باشد نمیدونه. خیلی پگاهی روز با میخوری البته با میخوری. بیلال؟ ها چی خبر بیلال جان؟ تشکر اما سوار شو نزد پدرت میرویم. نه ماشین خودم هم می آید میدونم مادرت در خونه نبود و پدرت به من سپارش داد. تو هم مثل ما پلیس میشوی ها؟ اوه دیر میکنیم. پدرت انتظار؟ پدرت سرداری ماست. مرا جمع میکند. سوار شو. این خیلی نمیشود. تسمه بی خطری را نبستی. بازی مکن رفتیم. خوب میرویم. در دهانت مپرتا. چند مراتب به تو گفتم. کی می رسیم اما جون؟ کم مانجا نکن. طوفان با کودک کالا بیده. گوش کن بیلال. این جاها را پیشتر دیده بودی؟ نه ما بیلال نوش. هوا خیلی گرم شده است. تشکر چی ایستاده ای؟ بسنج. مرده است. خوب ورق را برار. خوب اکنون حق شیرینی خوری را داری. بیا می رویم. به تو گفته بودم که تا کار روی خود را تمام نکنی دارو نمیخوری.
حلیمه یکی روزهای وزن گذرانده است. بسیار در غضب است. خود دیدی که در مرکز چیکار کرد. و جای من اگر دیگر کس می بود او را هرگز نمی بخشید. من او را می فهمم. بله رفیق سردار. از اون رو می خواهم که با او در یک تحقیقات با هم کار کنید. فکر می کنم که برای فراموش کردن بعضی حادثه ها این تغییرات برایش خوب می شود. راست می گوید. می خواهم که در این کار تو هم سهمت رو گذاری. البته موضوع تحقیقات چیست؟ کنه نفهمیدم رفیق سردار. کنه همونه که حاضر معمول است. یک نمودی بیماری گذرنده که به واسطه کنه می گذرد. فهمیدم رفیق سردار، لیکن چون امنیت در کدام سمت تحقیقات می گذرانیم؟ ببینید که با امنیت یگان ارتباطی دارد یا نه. مرا ببخشید، نقطه اساسی هدف رو نفهمیده ایستادم. این حادثه چگونه می تواند با امنیت ارتباط داشته باشد؟ تا تحقیقات نکنیم چیزی رو نمیفهمیم. اطاعت رفیق سردار. با تو رخصت حلیمه. لبه تیمور. سردارم میبخشید شما رو ناراحت کردن نبودم. میدانم که در این موضوع ها بسیار حساس هستید. از این خاطر میخوام به شما عرض کنم. مسئله چیست؟ فکر میکنم که جنایت است. جنایت کودک؟ افسوس سردار. در کجایی؟ سلام رفیق سرکمیسر. در چی فکرید؟ توی حلیمه. چی واقعه رفیق سرکمیسر؟ در خصوص میم2 فکر داشتم. فهمو. گویا که از بالای دسته کمک ابرهای سیاه میگذرند و آن هم خیلی پست. نه پس نیست. یعنی چی خیل؟ در اتاق نظارتی نیست؟ حالا با پسش یگان خبری هست؟ بله، نجیب سردار برای گذراندن تحقیقات سفارش دادند. تحقیقات گفتی؟ بله، کنه ها رو میسنجیم. ای خدایا، تا با چی خیل کنه؟ چرا تحقیق پشه رو نمیگذرانیم؟ یا اینکه دیگر نمودی تحقیقات یافت نشد مگر؟ یا خدایا. رفیق سرکمیسر، چرا خودتون رو اینقدر تشویش میدهید؟ چون پریشان هستید که با فکرم شب دندونهایتان رو ساییده میخوابید. حلیمه، روانشناس شدی مگر؟ نه استغفر الله. من شما رو که پریشان دیدم خودم هم پریشان میشوم. خیر مرا ببخش. همه چیز بالای هم می آید. من خودم را بازن شناخته نمیتوانم. میبرایم. با چی کاری کنم؟ لیکن اول شما رو به کلچه خان خودی دعوت میکنم. الله خوب بشود. نهاری هم نکرده بودم. خوب بشود. رفتیم. سلام سردارم. در کجا؟ در این طرف. چند ساله؟ تخمین میکنیم که 7 ساله است. پروکورور هنوز نآمده است. از این خاطر جسد رو سردارم، شخصیت مقتول تا حال نامعلوم. گفتگو ادامه دارد. بلال او را میشناسید سردارم؟ حاضر من چی کنم؟ به حنیفی میگم که پسرت مرده است. تشکر. خوش آمدید. کلچه خان دارید؟ بالوچه هست؟
دو کلچه قندی آلوچگی پرسید نباشد میپذیر. حنیفی خبر مرگ فرزندت رو چخیل به تو رسونم. چخیل خدایا مرا برای رسوندن خبر مرگ نفر امتحان مکن. رسوندن مرگ خبر من دیریز میانم رو خام کرد. اگر این خبر رسونم میانم میشکم. خدایا دیگر طاقت ندارم. با کرسی بر سرش چنان زدم که از هوش رفت. آخر شما همسر کی هستید اون رفا؟ ینگه اگر میدانستید که در وقت غضب چی قهرمانی کردید. نجیب نقل نکرد مگر گویا چند مرد به سویمان حمله کرد. بینیم که یک دزدی بیچاره بوده است. اون طرفش همانو، لیکن در این دولت اگر یگان ماشینی دیگری را زند همه به پا میخیزند. لیکن این زدنی شما باشد دنیا را به لرزه آورد. برای چی؟ اینها همشون یک خیل گپ میزنن. باور کنید چنان ترسیدم، چنان سخت ترسیدم که خدا نگه داشت وگرنه به ما ضرر میرسوند. درست. سلام رهنا جان. خوش آمدی رهنا. خوش آمدی رهنا. خوش باشی. خوش آمدید. همه جمع شد، تنها تیمور نمیرسد. خیر کمی خودمان نشسته صحبت کنیم. رهنا چای می نوشی؟ چرا ننوشم مدیر اپا؟ کلچه قند بیارم. نه گرسنه نیستم. فهمو. چی خبر حلیمه؟ چی گویم رهنا؟ برای تحقیقات میبرایم. نمیدانیم از کجا آغاز کنیم. بخیر است کدام موضوع؟ کنه؟ بله. یک نمود بیماری کانگو هست، از کنه میگذرد. همان. خوب لیکن شما کجای کنه رو سنجش میگذرونید؟ آخر ما خودمان هم نمیدانیم. در سرخون از حشرات صحبت نکنید. دیگر سخن نیست. امروز درباره حشرات با متخصص ساحه حشرات صحبت دارم. اگر خواهید میتوانید اشتراک کنید. شاید فایده ای میبینید. حشرات؟ باز حشرات میگویم. دینتون به حضور نمیشه. رهنا حشرات شناس گفتید؟ سلام بچه. سلام. سرکمیسر حنیفی نیست؟ الحال سرکمیسر حنیفی نیستند. کجاست؟
شما کی میبخشید؟ سردار امنیت نجیب یلمز. میبخشید سردار. اجازت گرفته است. در خانه استراحت دارد. بخیر است. کی؟ یانگا من نجیب. آکای نجیب. سرحد ما رو انتظار است. رفتیم. بسیار خوب. خیر میرویم. رانا اگر ما هم رویم هیچ گپ نمی شود. هیچ گپ نه؟ پیش از واخوری تاکیدش میکنیم. واخوری؟ مصاحبه. یانگا لبای هرگز نمیگیرم. یانگا همه وقت همین کارات. اگر نگیری دیگر نمی آییم. آخر ما هم میزاجانیم. آخر یانگا جدی میگویم بگیر. مایلش. خیر برای کار و رزق فراوان. خدا برکت بده. خوش باشید. کیروز بیا باز ما رویم. دو کن چی می شود؟ یک روز چی می شود؟ کمی دلخوشی میکنیم با کودکو. اپا با فکرم از ما تاجر نمی براید. برای تجارت نه یا برای راحتش اینجایی؟ ندونم. همه خیلگوی هنشی؟ بله سردار. در حادثه های یکمی ما با بیرق غیر قانونی زده بودن. مهم نیست سردار. شما چی خیرید سردار؟ شنیدم که با دیگر شعبه گذاشته اید. نه بله. شعبه مدد. شعبه زودمال. چرا میپرسی؟ فهمیدم. سردار یک چای فرمایم. یک جای نوشیم. آیشه؟ نه تشکر جانم نمی نوشم. با ما چای بیار. سردار چای کم رنگ می نوشد. نه جدی میگویم تشکر نمی نوشم. آخر من چای موندم. تشکر وقت ندارم. یانگا ما رو تنها گذارید. چی گپ شد سردار؟ بخیر است؟ سردار نمیدونم چون این خبر رو چه رسونم. باشد الله رحمتش کند. انشالله الله او را در جنتش جای کرده است. سردار شما چی میگویید؟
با صبر باش. تقدیر الهی. او چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ بیسرم بیسرم بیسرم. رانو تو با این پروفسور در مکتب صحبت نمی کردی؟ ها در مکتب، لیکن بعد به خونه دعوت کرد. خونش در تپه کوه. این آدم خارجی نیست؟ بله. خانه مال خودش است؟ میفهمیم. مستر دمرزل، آیم رانو. از شناسایی شدم خانم رانو. مرا چه گویم می شود؟ شما ترکی رو میدونید؟ خوبت. ترکی مقالم شد. برای مصاحبه منت دارم. با جان و دل، مرحمت با جان و دل. با شما مصاحبه کردن رو برای رفیقانم گفتم. آنها خواستن اشتراک کنند. شما زید نیستید؟ چرا زید باشم؟ تنها یک مصاحبه است. این هم در تلویزیون پخش می شود. شما هم خوش آمدید. مرحمت. ما از ادامه صحبت کردن میگیریم. بعد از ثبت نوار همش رو جا به جا میکنیم. خوب؟ ای چه خیلی که خواهید. جناب چوی، راستش از ترکی دانستنتون حیران موندم. در کجا آموختید؟ گوش میکنم. من اصلا دنیایی ام. پدر و مادرم از مجارستان با هواپیما همین طرف ها می آمد. هواپیما در هوا بود که من تولد شدم. از این خاطر وطنی من تمامی دنیاست. لیکن خودم را از همین دیارها حس می کنم. زبانهای این منطقه برایم بسیار خوش می آید. از جوانی ذوق زباندانی هم زیاد شده ایستاده است. اکثرش را از خود کردم. ترکیه به مثل وطنم است. گفتم که قسمی زیادی وجودم مال همین دیار است. انا همین دار. شما یکی از متخصصان علمی حشرات شناسیید. خواهش حشرات شناس شدن از کجا پیدا شد؟ مرحمت توجه کنید. در دنیا زیاده از 1,300,000 نمود حشرات موجود است. میفهمید این چه معنی داره؟ یعنی از 3/2 حصه تمام دیگر نمودهای جاندار. بزم اینقدر زیاد بدنمود بودنشان با صنعت والایی را صاحبند که حیران میمونی. بال پشه را از نزدیک دیده در هر نگاه کردن با ذره‌بین باوری به خدا زیاد می شود. آبه تیمور. سردارم، اولین نتیجه های تیمی رسید. گوش میکنم. پسری وفات کردگی بلال الدمیر، یعنی کاله‌ای که نوشیده است در ترکیبش ماده زهرآلود داشته است. یعنی بلال را زهر دادن. بله سردار. یعنی در این حادثه جنایت بودنش دقیق شد. بله سردار. در کجایی؟ سردارم، نزد تشخیصگرانم. فهمم. بگویید که شما این حشرات ها رو چگونه جمع آوری میکنید؟ برایمان این خیلی عجیب است.
جمع آوری حشرات هم یک شغل طبیعی است. یکی از شغل‌های به حساب می‌رود که بسیار نازک و حتی بسیار گران است. حشرات‌های نادر 100-200 هزار نمود است. بعضی از نسل‌های حشرات در حالت نیست‌شوی قرار دارند که آنها میلیون دلار ارزش دارند. میلیون دلار. میلیون. بگید جناب چوی، حشرات گفته‌تون مردنی است مگر؟ البته مردند و برای نپوشیدن آنها اصولهای خاصه را استفاده میبرند. در کلکس شما حشرات قیمت بها هست؟ در کافتوکاب توراسلر حشرات نوی یافتم که نسلش تمام شده ایستاده است. در عوض نجات این حشرات 10 خانه گرفته میتوانم. توراسلر و چکور و از این حشرات بایند. رانو، یک چیز دقتی مرا جلب کرد. پرسیدن ممکن باشد؟ البته مرحمت. مرحمت؟ پرسید. مراق از همه چیزی مهم روز است. درباره کنه چی میگویید؟ امروزها کنه موضوع داغ روز است آخر. زنی زیبا، از جایی نازک سر کردید. مثلا؟ حشرات شناسم گفتم. قبلا گفتم که صدها هزار نمودی حشرات موجود است. لیکن نه آنقدر حشرات را دوست می دارم. تنها می توانم کمی معلومات دهم. حشرات هایی به مثل تارتنک ها نمودی است که خون می مکند. کنه که خون مکید می تواند به 10 برابر اسمش مبدل گردد. با نوک های پای هایشان می توانند خود را سخت به وجود چسبانند و حتی به پوست خالی. بعدی تمام کردنی مکیدن خود را می پرتایند. در فکرم از حشرات به حضور می شوید. بگوید که مگر دل شما به حضور نمی شود؟ من نفری هستم که به جای گربه عقرب و حشرات نگاه می کنم. فکر میکنم که در میانمان نفری هست که نمی‌پرسد. شما گفتید که تارتنک های میده زهرداری هست. اگر مرا به چخوری پر از این تارتنک های زهردار پرتایید هم پروایی ندارم. چه خوب، چه خیلی که گفتم آیدی کنه ها همین قدر میدانم. گفته هایم را از اینترنت و یا از انسیکلوپدی هم یافته می توانید. بیایید سردارم. رفیقان بلال در همین خانه نیستند؟ بله سردارم. رفیق نزدیکی او نازیح. بیا رفتیم صحبت کنیم. جناب چوی، برای قبول و معلوماتتون سپاسگزاریم. هیچ گپ نی. خوش آمدید. می توانید مرا چوی گویید؟ خوش بمانید. الو، حالا به خانم پلیس آمد. چخیر پلیس؟ از کجا میدونی که پلیس است؟ میدانم آخر. از تشریفشان خوشم نآمد. تو میفهمی کاری غیر چشم داشت نمیخواهم. مایلش فکر نکن، من خودم حال میکنم.
با بیلال چون همیشه با ماشین مکتب خونه می اومدیم دائما یک جایم می اومدیم بعد یک مرد اومده با ماشینش گفت که رفیق پدرت هستم سپاری داد که من تو رو به خونه برم بعد بیلال شیشتر رفت همان مرد رو تو خود دیدی؟ از ماشین نفر اومد رویش رو ندیدم حتی گفت که پلیس آمد شد فرما با بیلال اگان چی شد؟ امروز خانه نآمده است اهل بیتش خواطر شدم ناصر با اون ماشین ناشناس اصلا سوار مشو فهمیدی بچه جون؟ مادرم هر سحر به من میگوید چی میفرمایید؟ نمیدانم تیمور نمیدانم اگر همین کودک رو در حقیقت پلیس کشته باشد بعدی به عدالت سپاریدن از وظیفه دست میکشم باوری دارید که ما او رو دستگیر میکنیم؟ وعده دادم تیمور وعده دادم رفتیم با حنیفی صحبت آراییم با پدری بیلال؟ کنی فهمیم نفری از همکارانش از اون نفرت میکند این خیل نیست نیاکه این خیل نیست میدونم حنیفی لیکن وضعیت همین است مرد خود را چون پلیس و رفیق تو معرفی کرده است ممکن اینها نادرست باشند لیکن در دست همون چی که باشد همون را ما باید استفاده بریم دیروز با رفیقم جنجال کردم چند مدت شد که بین ما مخالفت بود نهایت جنگ هم کردم لیکن او اصلا این کارو نمی کند من چندین سال است که او را میشناسم نامش چی؟ سردار این کار با ما نمیزیبد حنیفی اینجا بازی نداریم قاتلی فرزندت رو میکوبیم برای وقت گذرانی نامده ایم سردار شاکر هیچگاه این کارو نمی کند شاکر نسبش نامش چی؟ الکوچ در یک شعبه‌اید شاید شما هم رو شناسید با اجازت اگر به یاد چیزی آید یا که دانستی التماس میکنم که حتما خبر ده حتما میلش انشالله که بیناموس را حتما میابیم من با ستاد میروم برای دیدن شاکر القاچ تو قسمت جنایتیش رو ببین جواب‌های زیده است آب دهان خون هر آنچه که هست از تو میخواهم اطاعت سردارم الو اسما سلام کمیسر روسیما هستم اسما جون کلمه انگلیسی تیک چی معنی دارد؟ تیک یگون معنای دیگری دارد؟ فهمیدم تشکر برای ناراحت کردنم بخشش یگان روز وا میخوریم خدا حافظ بخیر است آخر؟ انا جای اماکیناییم انا همین جاست بفرما او کسی نیست کو؟ می آید حاضر به تاجران چای برده است اینجا قهوه خانه نیست چای خانه است چای می نوشی؟ بخیر است کمیسر؟ والله که کسی دست نمی زند اما من اجازه دارم لیکن هرگز اماکی نگوی فهمیدی؟ امک گوی چرا؟ لیکن نپرس مایلش
مرحمت در سر تو کم چقدر فکرهایی هست؟ از کجا دانستید؟ در بارت باز دیگر چیزها هم میدانم. مثلا؟ حال حاضر دیگر فکری مکن. حاضر در خصوصی چی اندیشه داری؟ به خونه چوه دمرزل رفتیم. حشرات شناس. خیر؟ او خود گفت که اویدی کنه ها معلوماتی مفصل ندارد. باید آوردیم. آها. لیکن در اصل در جوانی کتابمانیش همه کتاب های خارجی اویدی کنه ها بودند. 4 قطار؟ از کجا میدانی؟ مقابه کتاب ها را خوندم. همش؟ بله همش در یک قطار. بعضی هاشون با کلمه تیک سر می شدند. از یک رفیقم پرسیدم جواب داد که معناش که نمی باشد. اوه عجیب کو. دوامش رو گوش کنید. یک دقیقه. وقتی که نجیب سردار این کار رو سپارش دادند از اینترنت دیدن کردم. ایکسو دیدای. میدونید این چیست؟ با فکرم بازیگری نوی ریال مادرید. ها، کانا به زبان لاتینی. این نام در تمام کتاب‌های جوانی جناب دمرزل ثبت شده بودند. یعنی اون مرد به ما گفت که معلومات کافی اویدی کانا ندارد ولی دروغ گفت. لیکن چرا؟ آفرین. مرا حیران کردی. یکی از آرزوهایم به مثل شما ددکتیو شدن است. تو مرا گذشتی. لیکن به تو پیشنهاد دیگری دارم. یعنی یک دسته شویم نمی شود. در فیلم ها دیدکتیو ها 2 نفرند. حادثه را یک جای میکابند. آخر ما در فیلم نیستیم که رفیق سرکمیسر. خیر آن طرفش همین است و لیکن فراموش کردم. برای خاطر رسانی تشکر. شوخی کردم. خفه نشوید. بله کمیسر شاکر القرز در کجا؟ مالش روز بخیر. سلام علیکم. سلام علیک نعیم امک جان. چرا خبر ندادی که مهمون میاری؟ امک جان از نزد دکان میگذشتیم گفتم یک خبر گیرم. خوش آمدی خواهر. خوش باشید امکی. یعنی امک. شنید این خواهر هم پلیس؟ بله امک در یک جا کار میکنیم. یک جاییم. چه خوش. یکی چای دیگری شکر. لبای؟ چه لبای؟ چای شکر گفتید امک جان؟ از یاد برار امشب یک حشرات گزید. توبه خدایا از خوابم پریده فریاد کردم. دیدم در بالای جلگه با کفشتان زیر نکردی؟ کفش را تو بر اینها. شد آخه چی شد امک؟ انا همین به ادب را دیدم. آخر برای چی نکشتید امک جان؟ چرا کشم؟ و به این هموری و 1 هفته یا 10 روز حیف نیست؟ حیف است. حق زندگی کردن ندارد. پس چرا در این زهر گرفتید؟ با کوچه هوا میدادید؟ آخر به سرم یک فکر آمد. فکر کرده جوابش رو میابم. این حشرات رو میدانم. 30 سال در قشلاق زیستم. در ارزروم قشلاقی سغرلی. لیکن حشراتی اونجا نمیگزید. اینها میگزند. دادر این حشرات به اینجا آورده شده است. آورده. آنها چرا این کار رو میکنن نمیدانم. گویا که از ما نیست. از هوا از آسمان پرآمده است. میان مردم جا گرفت. این نه از آن حشرات است که در کودکی بازی میکردیم. از هوا افتیدن گفتید می امکی؟ یعنی امک. به تو اجازت میتوانی امکی گویی؟
از هوا افتید گفتید. چی از هوا؟ همین خیلی گفتید کو؟ با من خیلی عجیب نمود. من یک مرد غریبم. به گپم دقت میده ده؟ اما که این بسیار شیرین سخن. او چیزی در خود دارد. چقدر گویم؟ بسیار طبیعی. بله بسیار طبیعی. خیلی عجیب. خیلی عجیب است. به مثل آب مصفا درونش میتابد. دستت را دراز کنی چون این حسیات پیدا می شود که گویا سنگ در تگ آب بوده را میرسی. لیکن چنین نخواهد شد. او را صمیمی و طبیعی بودنش مصفا کرده است. احتمالاً بله. امروز تو از امکی نعیم یک سوال کرده. به سرم یک چیز آمد. یکی را باید پرسم. کی را؟ وای به اینجا برای چی اومده باشد؟ نخواد. بخیر است رفیق سرکمیسر. برای نوشتن مکتوب ورق میگیرم. ورق مکتوب؟ از همینجا؟ سردار دیروز در وقت جنجالمان قرم آمده تلفنتان را شکستم. در آمدنم نوش را خریدم. برای آن آمدم که از تو عذر پرسم. لیکن این کار رو ببین. خدا رحمتش کند. رفیق سرکمیسر مکتوبی گفتگیتون همین است؟ گلها رازهای زیادی دارند. گل سوسن به شما معناهای خاصی را می‌دهد. بله. گل سوسن در جایهای بی آب می‌روید. گوش کن، من حاضر باید برای زیارت قبری روم. تو اینجا انتظار شو. مایلش رفیق سرکمیسر. فکر کردم که گلها را برای من گرفته ای. آیا روزی می شده باشد که تو رو سرکمیسر نیو یکی گفته فریاد کنم؟ به خود بیا دختر، چی ها گفته ایستاده ای؟
ایست پلیس. حلیمه چی شد حلیمه؟ گپ زن چی شد؟ رفیق سرکمیسر نفری ما رو تعقیب دارد. تعقیب دارند؟ بله، حتی از دکانی آمکه ناییم بر اومدن این جانب. از کجا میدانی؟ میدونم آخر رفیق سرکمیسر، حس کردم. از چرا با من نگفتی؟ ترسیدم. از چی؟ از شما. از من؟ بله، من رو جنگ میکنید گفته ترسیدم. من؟ بله، شاید اهمیت ندهید لیکن شما رفیق سرکمیسر دوی من رو جنگ میکنید. حتی از نجیب سردار چونی سرزنش نمیشنوم من هیچگاه. مرا ببخش، اعتبار ندادم. هیچ گپ نی رفیق سرکمیسر. لیکن از این پس اگر تعقیب رو حس کردی زود مرا خبر ده مایلش، وگرنه دیگر سرزنشت نمیکنم. ای تو رفیق سرکمیسر، آخرون سرزنشتون رو باز شنیدم. گفتم که از این دستکش چرا در آن ماشینی دزدیت نیو اینجا خواب میروی ها؟ فراموش کردی که مقصدی مقدس داری ها؟ فراموش کردی؟ تا کاری در روی خود بوده ها را تمام نکنی وظیفت هم تمام نمی شود. سرم سخت درد دارد. سرم سخت درد دارد. نشنوم. برای ادای وظیفت وقتی کم مانده است کارو تأخیر مکن. والله که انسان هیچ از فرزندش سیر نمی شود. بخشش خیر تو درو. شما چی رفیق سرکمیسر؟ من در همینجا کمی کار دارم. رفیق سرکمیسر، التماس دیگر جا نرفته به خونه‌تان روید. خواطر نشوید. با مدد خدا کودک رو پرستاری میکنم. من تنها فکری فرزندم را نمی کنم. خیر. شب خیر. شب خیر. خدا یارد. خدا نگهبان تو. اکا آنها را تعقیب کردم لیکن فکر میکنم که آنها چیزی را نمیدانند. باوری داری؟ باوری دارم. هر جا میگردند لیکن پلیس نیستند. شد نیست شو. حالا جبی حیران نشو. سنجیدم کار طبق نقشه رفته ایستاده است تا دیدن. گیر. والله اکا حیران شدم. در این قوطی ها چیست؟ حشرات است. حشرات؟ عجایب کو. کاری کرده‌ات خطرناک است.
برای با تو بخوردن دیگر چاره‌ای نیست. جورا جان میدونی که بیرون بوده ها اسم مرا در کتاب سیاه میدانند و باید آنها مرا از آن خود دانند. میدانم. احوالت چه خیل؟ به من اهمیت نده. خودت چه خیل؟ به همان کارها مشغولم. دیگر چی؟ تو با چی کارها مشغولی؟ چطور؟ با فکرم در روزهای نزدیک تو با آدمانی نحس روبرو میشوی که حتی من آنها رو ندیدم. چی شد که؟ شخصی پرسیدد چاوید مرزه یک شخص سیاهکار و حتی سیاه دل است. و جاسوس است یا چیز دیگر؟ ممکن قسما جاسوسی هم کند. دیوانه نکن آدم را. گفتنی باشی بگو. این احمق چاوید مرزه رو سنجیدم. او خود یک بیوتروریست بوده است. بیوتروریست؟ بله. همه گونه سلاح‌های بیولوژی را میتوانی در بیوتروریسم شامل کنی. سلاح‌های بیولوژی برای پنهان کردن ویروس و یا نیز کردن زراعت کشور استفاده میشوند. یعنی داروهای زهردار، هرچی به عقلت رسد. پس و آدمی خیلی خطرناک است. فراموش مکن. بعضی تروریستان بر زیاد آغشته این عملی زشت شدند. با ما هم چونی نکردند مگر این مرد هم مثل آنهاست؟ پس این مرد بیوتروریست گویی؟ نه. مغز شبکه ترورگویی می شود. چرا او را کمی مهمانداری نکنیم؟ امروز در منطقه او بودیم. زمینی وسیع را صاحب است. من هم همین را می خواهم. چرا مهمانداریش نمی کنی؟ چون که آنها با نقاب می گردند. متخصص و معلم بودن او نقاب است. کاری اصلیشان نمی نماید. از عقیبه پرده اند. برای دستگیر کردن او دلیل لازم است. جورا جان، من باید روم. باز یک چیزی دیگر. گوش کن. کانا هم با بیوتروریسم داخل می شود. جورا جان، مرا مسخره داری چی؟ البته که این کارها خود به خود نمی شوند. نمیفهمی؟ در میان آنها نفری خبر می دهد، نفری به کوه می رود. اگر درست نگاه کنی هر دو طرف یکند. حالا هم مقصد رو نفهمیدی؟ پرنده های موسمی رو میدونی؟ یک چیز گذاشته می روند. آنها رو مثل مرکب استفاده می برند. بار می کشانند. یک سال زکام مرغ، یک سال کنه. عیب آنهاست. کنه های دو پا را از راه بیرون باید کرد. پس این مرد به منفعت دیگر کشور کار میکنه. برای پیشگیری این گونه بیماری ها تنها دولت است که با شرکت های بین المللی و گروه های ضد تروریستی با مثل گروه های وصل، گروه های منفعت دار و گپی بسیار. جورا جان، من رفتم. آشنا. خیز آفتاب برآمد. کار داریم. خیز آخر از بالا بوده ها نمیترسی؟ روی خط را برار. وقت کمی دیگر ماند. در ماشین خوب میرفتی وقت رو بای نمیدادیم. زینب بیا بیا بیا.
کرگس ها مرده دیروزه را برداشتند. برار روی خود را. باز که ماند؟ نجیب الماس. پس از پشت کار می شویم. مکان و طرز کشتار با دیروزه مانند. و فکر شما قاتل یک است؟ شخصیتش معلوم شده است؟ هنوز نیست سردار. تو را محافظت کردن نتوانستی. ببخش ما را. معلوماتی به دست آوردی، زود به من خبر ده. اطاعت سردار. حالا هم یکون پیشروی نیست؟ خدایا آن چیزی رو که فکر و خیال میکنم ناامیدم مکن. سلام بچه. شاکر القاش در همینجا کار میکند؟ همینجاست؟ متاسفانه سردار مرکزی تیب رفت. مرکزی تیب؟ بله سردار. جسد دخترش رو یافتند. چی؟ تشخیص چنین گفته است. الله رحمت کند دادر. سردار تنها 8 سال داشت. از کودکی من کی چی میخواهد؟ دیروز بلال فرزندی حنیفی، امروز دختری من. این چی گپ؟ این چی کار است سردار؟ چی خیل کار است؟ پلیس نمیشدیم بهتر. برای پلیس بودنمان این کار به سرمان آمد. شاکر خوب فکر کن. نفری هست که با تو و حنیفی دشمنی داشته باشد. سردار پلیس دوستی بسیار ندارد، اما دشمنی بسیار دارد. شما این را از من بهتر میدونید. شما از که این جانب یک جا کار میکنید؟ من نمیدونم سردار. الله رحمت کند دادرم شاکر. شاکر تو مرا ببخش. جواب نده. اصلا این کار ما خود همین گونه که همه وقت از یکدیگر شبهه داریم. حالا تیمور. بله فهمیدم. یک پرونده آماده کنید که شاکر القاچ با حنیفی الدمیر یک جا پرونده های جنایی شده باشند.
دستگیر شدگان و همه حجت ها. فهمیدی؟ سلام جناب چوید مرزل. من کمیسر یگید گندوزالب. رفیقم حلیمه روح و نور. خوش آمدید. دیروز با رعنا خانم آمده بودید. پالیس بودنتان رو نگفته بودید. زیرا شما نپرسیده بودید. شما هم بیو تروریست بودنتان رو نگفتید. شما هم نپرسیدید. درست. من عالمی هستم که بر مقابل بیاتریرستانی که دنیا را نیست کردن جنگ اعلان کردم. البته این کار را در همه جا نمیگویم. جناب دمرزل، برای مصلحت یک دو چیز پرسیدنیم. چرا که میدانید یک ویروسی هست که بسیار آتش سوزان در وجود پیدا میکناند. از یک نمود کنه میگذرد. به فکر شما این به سلاح بیوتروریستی میدراید؟ البته میدراید. در بیوترور سلاح نیست. میکروب، ویروس، ملخ، حشرات میدراید. بیولوژیا و ژنتیکا در پیش است. پمیدار خورده‌تان به تو هجوم کرده میتواند. همه اینها برای ضدیت را نشان دادن است. با اجازت شما کمی کار دارم. نمیدونم که چرا همه این سوال ها را به من دادید. فکر میکنم که مرا میفهمونید. فکر کردیم که اوید کنه به ما معلومات میدهید. چرا موضوع کنه شما را به خود جلب میکند؟ چرا شما رو جلب نمیکند؟ چرا جلب کند؟ پس شما به ما کمک کنید، ما به شما. سببش در جور قطور جوانی کتاب ها و جو کردن کتاب های اوید کنه است. در حقیقت اجازت شما را میخواهم. چه خیلی که دیدید مهمان آمد. البته تا دیدار نوبتی. خیر جناب دمرزل. فکر نمی کنم. همه وقت برای نوشیدن قهوه انتظار می شوم. های های. اینها کیستند؟ با گفتی تو پشه هایی که ضرر نمی رسانند. مسئله هواپیمای دار و پوشک رو حل کردم. پگاه استانبول رو با کنه ضیافت میکنیم. خیلی تلفاتی جانی می شود. برای این کار باقی مانده مبلغ رو کی میگیریم؟ این تنها کار پول نیست ارتونج. کمی اندیشه کن. مثل تاجرانی خورد فکر نکن. همه ما از این پازر داریم آخیر. داریم؟ باز در پای خود تیر خالی نکنیم. کنه ها ما را هم میگزند. در چمنزار میزیند. آنها را تنها این من میکنند. نباشد قوطی ها را بر میکنند. و پیش. بیا نظارت میکنیم. نرو. مرحمت سردار. میتوانی روی ارهن. با تو رخصت. با اجازه شما. آقای حنیفی الدمیر که با شاکر القاچ
як ҷо кор кардааст. аммо ин ҷо садҳо парванда аст. садҳо парванда. сардорам, парванда ба дастатон расид? парвандаро гирифтам, Темур. ба ягон натиҷае расидед? сардорам, барои расидан ба натиҷа дар байни ду комиссар хеле душвор аст, зеро даъвоҳо зиёд аст. аммо аз ягон ҷое сар кардан лозим. агар хоҳед шахсҳо ва оқибатҳои дар парванда бударо мебинем. мешавад. ба шумо барори кор. وقتی شام اگر کاری نداشته باشی به زیارت دوستان می رویم. البته رفیق سرکمیسر. خوش تیمور. сардорам, парвандаро санҷидам. натиҷа? ин ду дӯсти комиссарамон якҷоя қариб ки ҳамаи дастгиршудагонашонро ба ҳабс гирифтанд. аз инҳо 52 нафарашон озод шуданд. яъне 52 нафар дар берун дар ҳар ҷоанд? бале, сардор. ва фикри ту яке аз нафароне ки мо меҷӯем ҳамин аст? эҳтимол ҳамин аст, зеро дигар пайванде намеёбам. хуб, оид ин шахсият маълумоти иловагӣ мехоҳам. итоат, сардор. як дақиқа. аввал бо ҳанифӣ ва шокир во мехӯрем. мумкин онҳо ҳам дар бораи ин маълумоте дошта бошанд. итоат, сардор. медонам дардатон тоза аст, аммо оид ин мавзӯъ суҳбат кардан ба манфиати ҳамаамон мебошад. мехоҳам он палидро ёбе. рафиқамон комиссар Темур воқеаҳои асаргузарандаатонро рӯйхат кардааст. мо рӯйхатро таҳлил кардем. Темур. бале, дар ин рӯйхат аз рӯи парвандаҳои кушодаи шумо 52 нафар ҳукм гирифтаанду алҳол дар озодианд. рӯйхатро як бинед. чизе барои шумо равшан аст? аз ин рӯйхат нафареро дар атрофатон мушоҳида кардаед? اوه خوش اومدی. بخیر است نجیب؟ مرحمت اکا. چوی تایور نودم کردم. تشکر کیروز، نمینوشم. بگیر چای بنوش نجیب. نجیب، پگاه یک صحرا رویم میگویم. تو چی میگویی؟ خب به فکرم پگاه کار داری. ما میرویم. با فکرم محافظ نیست رفیق سرکمیسر. معلوم می شود که به خودشان باوری دارند.
حلیمه تو در رو هم نظارت کن. خدایا توبه. چی شد رفیق سرکمیسر؟ حلیمه درون این میلیون ها کنه است. اکنون چی کار میکنیم؟ فکری عجیبی به سرم اومد. اول همه اینها را ثبت کرده گزارش آماده میکنیم. آخر ما اجازت پروکراتور را داریم کن. بعد همراه گروه همون میاییم. برای چی؟ برای دستگیر کردن؟ نه، در اثنای جنایت بازی خواهیم کرد. کامیرا را به من ده. همه قوطی ها را بر کردی؟ بله، همش را بر کردیم. یگان خطاگی نشود. پرسیدن عیب نیست. در قوطی ها چی هست؟ پرسیدن عیب است. سوار شو می رویم. هفت قوطی بود. بله 7 قوطی. فهمو. چی کار کردن رو میدونی ها؟ البته در جایهای سردرخت و باغ‌ها همش را خالی میکنم. نقشه ایلاوگی هم تیار است؟ بله. اگر حجت طلب کنند اجازت نامه داروپاشی دارم. ساخته است تو لیکن فرقی نمیکنی. خب جوی به تو باوری سخت دارد. گیر نباشد. کولا نوشیدن میخواهی؟ نه امکی، مادرم جنگ میکنه. چیکار کردن رو میدونی؟ های تنبله. کنی خیز میرویم کنی ها اوهو با تنبله میرویم پرواز کنان میرویم رفتیم. تشکر دخترم. هر دویشون حیف شدن. یگیت هم حلیمه هم به اویله. هر دویشون جوان به یک دیگر زیبنده. تو بینشون درو. اپا چی ها میگوید از برای خودو؟ هر دویشان هم آدمانی با عقلند. البته به یک قرار می آیند. این چی است؟ از عثمان شیرینی می پرتویند. این خیل هم می شده است؟ اطراف را افلاس می کنند. برای چی می پرتویند؟ از کجا دانم؟ یگان جشن است مگر؟ تماشاگران محترم، کمی پیشتر خبر رسید که با سبب‌های نامعلوم به باغ‌های استانبول
ҳавопаймои шириниҳо паҳн карда истода аст. Ба маркази телевизион чига ширинӣ? тамошобинон дар беҳунарҳо. рафиқ саркамисар, дар ҳақиқат иваз кардани қутиҳо бо қутиҳои пур аз ширинӣ фикри олиҷанобе буд. аз куҷо ба саратон омад? валло надонам, як бора ба сарам омад. беҳунарҳо. اوچه آپره نیست. چی ها میگوی؟ چی نیست؟ آخر نیست، مثلا توپش رفته و ناومد. پسری توپش رفت؟ با من مسخره بازی میکنی؟ نه با خدا نه. خواتی شدم از پشتش رفتم، در آنجا زنی گفت که بچه که شما میکوبید مرد او رو برداشته برد. اپا دخترم در کجا؟ زودتر. به کجا روان آید محترم پروفسور؟ فرایید. من بیگناهم. در اساس کدام قانون دستگیر این میکنید؟ راست هر قانون اجازت میدهد جناب چوی دمرزل. این را گرفته برید. کنایی از همه کلان رو دستگیر کردیم رفیق سرکمیسر. رفتیم. آقای هنر؟ نجیب چی شد زنک؟ چرا گیره میکنی؟ آفری گم شد چه؟ دزدیدن. کی دزدید؟ چکل دزدید از زنک؟ چکل دزدیدن؟ تو پخود هستی؟ کی دزدید؟ چکل دزدید؟ یک نفر دیده است. مرد الپرین رو برداشته برده است. چکل آدم بوده است؟ نمیدونم نجیب. بچم رو یا خدا نوبتی من است. الله با من میکنده. التجا میکنم. قاتل از من این 52 نفر است. پس در این کار من هم سهم گذارم. نفری را هر سایمان دستگیر کرده ایم. طوفان کلاکسیس. و کودک سرطان خون داشته دست شفقت امنیت. تیمور، طوفان کلاکسیس فهمیدی؟ تو را کاپ. من مکان حادثه پیشتر میروم. دستت را روان کن. کجا میروید؟ کمی در کن. نوبت الپرین شده است. با حنیفی و شاکر من هم کار کردم. زود دست را خبر ده. طوفان کلاکسیس فهمیدی؟ فهمیدم. بله، همینطور وظیفه همان اجرا شد. بله تیمور گوش میکنم. سردارم، طوفان کلاکسیس یک مرد محبوس بوده است. تو بیشتر شهر ده؟ سردارم، یعنی دیوانه است. او را حتما نفری فرمان میدهد و نظارت میکند. وقتی
شود و بیمارخانه کسلی های روحی خواباندن و بعد مدتی از آنجا گریخته است. در حبسخانه دائما میگفته است که برای مرا از فرزندم جدا کردن از پلیس ها قصاص میگیرم. شد من در راهم رفته ایستادم. دعا کن تا که دیر نکنم. خوش طوفان، طوفان بیچاره، طوفانی که پلیس ها را از پسر بیماری سرطانی خون داشته، طوفانی که از برای دزدی یک طبق شیرینی به حبس گرفته شد. من تنها شیرینی ندزدیدم، صاحب دکان را هم به قتل رساندم. چه فرق دارد؟ تو برای خوردن شیرینی در آمدی، او باشد با کارت حمله کرد. گرسنه نبودی. مقصد تنها یک دو لقمه شیرینی خوردن بود. شیرینی را برای خود نگرفتم، برای تو. من تو هستم. طوفان نیست. من ایستادم اما او در اینجا کسی نیست. وقتی که تو حل شدی با پسرت با سلیم امنیت همکاری میکرد. من هم بودم. نگاه کن در این روزنامه چاپ شده است. پسرت سلیم همیشه اعتراف میکرد که پدرش انسانی خوب است. لیکن شیرینی خواست اما من آورده نتوانستم. من این گپا را با او باور مکن. او یک پلیسی احمق است. آواز نبرار، خاموش. میزی کنه در سرم جا گرفتی. گوش. طوفان اینجا کسی نیست. آرام باش، گوش کن مرا. نه! حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدان از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوی رستگار، مهندسی ثبت آواز امیدجان علی، ترجمان سلطان قربان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودیوسر کاملجان سفر. و نقشا آواز دادن فیروز عمر، آرتق قادر، نیسای محمد جان، ملاحت بانو، محمدی مرزا علی، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، شیراز، نظیرمد موسی، صلاح الدین شکو، سلطان مراد بابا مراد، ملاحت، فرقت و دیگران. پایان قسم 20.